در واقع میخوام ببینم که این زنهای قوی که اینقدر ما توی فصول قبلی دیدیم خیلی قدرتمند و دستمزدی بودن چه جوری اینقدر سریع توی این فصل دارن گول میخورن و به مالک علاقه‌مند میشن و باهاش همراه میشن. خب گفتم تیکه‌ای از خود سریال رو بندازیم خیلی خوب میشه. و اگه موهای من جایش سیخ مشکل داره بهم بگی من میرم. من خیلی تو قضیه مو نمیتونم به کسی کمک کنم. سلام بچه‌ها، من امیرحسینم. منم مالکم، همونطور که مشاهده می‌کنی. اشتر مسافرم خواهی شد. اومدیم با اشتر جنگ گرفت. یه بار اومدی سری سلام کنیم. آنچه خوبی بود. خب اومدیم که همونجوری که از زواهر یاران پیامبر هستم در خدمتتون. خب میخوایم که راجع به ذهن زخم کاری اسمش چی بود؟ زخم کاری فصل سومش که در پخش میشه صحبت کنیم. سمیرا بهت گفتم بچه‌ها تو قاطی بازی خطرناکت نکن. خب همین اول کار من دوست دارم مروری به سریال برو بگو چی یاد بگیم تا الان خواهش می‌کنم. همونطور که ببین دوستان این میز نمیتونیم با دستمون رو بذاریم روش، بعد من میخوام اینا بیفته. این میز اینجوری میرم کنم استیبله. این مثل فصل 1 میای اینور فصل 2 زخم کاری در میاد. ببین به نظر من خب فصل 1 خیلی قوی بود ولی فصل 2 یه افول عجیبی داشت. باز فصل 3 یه مقدار بهتر شد ولی نه به اندازه فصل 1. از اون سریالاست که به نظرم نیازی به کش دادن نداشت. آره تونست تموم شه. الان مثلا همون مقایسه‌هایی که داشتیم قبلا دارم نگاه میکنم ما مشخصه. منم آره دارم سعی میکنم آی کانتاکت انقدر نشم. اسم میکنم یه ذره دیگه بره دیگه بگیریم. اصلا افعی رو فهمیدن اما تو یه فصل جمعش کنم بره دیگه ادامه نداشته باشه. ولی اینو بعد دیدی اول هر فصل هم یه رمانی رو گرفته دستش ببین خب فصل 1 در واقع اقتباس دوباره ما یه سریال دیگه داریم و سریال اقتباسیه مثل همه سریالی که تا الان. فصل اولش اقتباس بود از رمان 20 زخم کاری که حالا در واقع با نگاهی به هملت بود اگه اشتباه نکنم. خب اوکی. بعد دوباره فصل 2 فصل 3 ریچارد سوم شاه لیر نمیدونم خوبه ها، یعنی سرگرم کننده است. من خودم خیلی دوست دارم، برام جذاب، حتی فصل 2 هم برام جذاب بود. ولی اینا رو کنار هم بذاری خب هیچ وقت قطعا نمیتونه فصل 1 بشه. زخمی که بهشون زدیم کاری نبود. بعد خب تا اینجا چی دیدیم مثلا تو فصل 2 من چرا مثلا خود مهدویان رو ما باید جلوی دوربین ببینیم؟ اونم با اون تیشرت پیرن تنگ سفید با اون نحوه در واقع ادای کلمات چه نیازیه؟ خب تو اگر چاره برام نذاشت اجازه اینکه اینجوری ببینمت. چه روش کثیفی. چه کثیف. مثلا هومن سیدی میاد خودش جلو دوربین. تو اگه مثلا تارانتینو بیاد جلوی دوربین، مثلا خود تارانتینو اگر مثلا نولان بیاد جلوی دوربین، نه خب آخه چه خراب کرد به نظر فصل 2 رو. خب بیشتر اونایی که در واقع منتظر جواد عزتی بودن خب آره الان فصل 3 داره یه مقدار ارضاشون میکنه. یه نکته خیلی مثبت من تو این فصل دیدم که البته با یه نفر دیگه هم بحث داشتیم، نمیدونم دقیقاً درسته یا نه. این کاملا درست اسپویلر الرت هم هست دیگه، ولی چون احتمالاً همه دارن میبینن میان جلو و بدونم کسی خیلی گذاشته باشه بعدم ببینه. اونجا که عبدی پسر این دوستش کشته شد و کشتنش و اینا، این از قبل خب میدونست که احتمالاً میکشن و اینا، احتمالاً که نمیکشنش، چون اگه زنده میمون دیگه فیکش در میومد که آقا رفتن گرفتن جلوی سه جواد هاشمی ضایع میشد.
ولی خب اینش واسم جذاب بود که شخصیت مالک رو هی دارک و خاکستری نگه می‌داره، یعنی نه به سفیدش خاطر منفعت خودش به اون نگفت که پسرتون اینش برام جذابه. ولی جز این تا این فصل 3 رو من خیلی راستش دوست ندارم دیگه. ببین من چند تا که سوال دارم. سوال اولم اینه که ما تو فصل 2 مالکی که میدیدیم یه مالکی بود که اصلا از لحاظ روانی به هم ریخته. سوال من اینه که تو فصل 2 مالکی که ما میدیدیم از لحاظ یه بارم اونور مالکی بود که از لحاظ روانی به هم ریخته و دیوونه شده تو خونه یارو، داره لگو خونه سازی درست میکنه و کاردستی درست میکنه و خب بعد چجوری یهو میشه مثلا این مالکی که الان داره میاد اینجوری تیم اگر اینه پس اون چی بود، اگر اونه پس این چی بود. جان جان برای برنده تو این صحبته که نه به حضرت عباس. خب چشم شما میگم که خب بلایند من چه شکلی من تا ندیدم حتما باید یه چیزی باشه دیگه بلایند. و یه چیز دیگه، چرا کامبیز دیرباز هوشش رو انگار این فصل دادن نابود کرد، احمق شده میبینی خیلی روحه بودن شده. آره فصل قبل خب یه جوری در واقع اون این ترنسشو به ما دادن که مثلا طلوعی و فلان و اینا، الان اینه یه رقیب خیلی عادی میمونه برای مالک. و یک چیزی که من متوجه نمیشم این دستکشاست. اینا چیه؟ این چرا که خطی فرودگاه باش کار میکنه؟ چرا تو مثلا اینا چه کمکی به تیپت میکنه؟ چرا مثلا پوشیدن اینا نشون میده که تو بدبخت شدی، تو داری خود کار میکنی فلان؟ نمیبینی اون اتوریتر هم توش نمیبینی که مثلا قبلا میبینی الان دیالوگ میکنه. من اولین چیزی که میاد تو ذهنم اون چیزه، وای رضا اونجا رو رضا اونجا رو دیدم رضا آروم باش. لباسی که تنش کردی رو هم میخوای بگی فاصله گرفته از اون مالک. اینا چیه؟ این چه کمکی میکنه؟ تیپه این استایله. من ببین مثلا پشت موتور میخواد بشینه اوکی، دو تا دستش میخواد پشت فرمون پرشیا بشینه، اینا رو دستش اینو به نظر من از هالیوود برداشتن. دیدی کارتون خوابای آمریکایی دقیقاً همین تیپی هستن، از اینا دستشونه که انگشتا بیرونه، یه اوورکوت تنشونه، به نظرم از رو اون برداشتن. ولی خب شما اومدی اینو مثلا نمیدونی کجا اینو استفادهش کنی. به قول معروف بدمم میاد. تو راننده تاکسی نیازی به پوشیدن اینا نداری که. اون اصلا یه فضای دیگه است. یه ذره طراح لباس تغییر کردن کاراکترها. ببین ما توی آخه بعد تغییرشون تکامل نیست، تغییر بد کردن، تکاملات تجاوزه بیشتر. ما الان کاراکتر سیما تو فصل 2 یه کاراکتری بود که مثلا خیلی‌ها میگفتن این سمیرای دومه. این اومده که مثلا اونجوری کنه و این اومده که جاهتر. الان صرفا یه ساید کناریه که داره در واقع یه ساید کناریه که چش ابرو میاد فقط مثلا فیلم ترسناک داره بازی در واقع تو راستای اون خط اصلی مالک یکی از ابزاراشه. دقیقاً. اون یکی پانی وقتی که اومدم مثلا خب همه فکر می‌کردن که اون اولا تبدیل شده به یه ساید کناری که حالا خیلی راحت گول زدن. ما تو فصل 1 این گول زدن‌ها و شیر مالیدن‌ها و حتی تو فصل 2 حرفه‌ای رکب زدن‌ها رو داشتیم ولی خیلی جذاب‌تر. میدونی مدل طرح حالا مقایسه‌ای که حیف هاوس آف کاردز، ولی اون تایپی، یعنی میدونی پشت پرده یه ذره باهات بازی می‌کنه. آره الان روه، یعنی قشنگ تو از اول قسمت میره سراغ یه نفر جدید، تا اواسط قسمت باش مذاکره میکنه، اون فرد میاد توی کار، آخر قسمت هم میبندن کارو تموم میشه. خیلی ساده و بود. مثلا ما یه همچین پروسه‌ای رو که تو خیلی نمیتونم چشماتو راحت ببینم. چرا؟ اون چیزه بین اون به وجود مالکم. ما یه همچین سید کامبیزو چرا رفت اون وسط اونجوری بغل کرد؟ اصلا داستان چی بود؟ مثلا مگه اسکل کامبیز نمیفهمه کامبیز که این الان میاد اونجوری اونو بغل میکنه، حتما یه چیزی پشتشه. ولی خب یه چیزی که هنوز میشه واسه اون یه ذره سوال بشه، خب اینم نظرت چیه؟ مثلا اون افعی من که خیلی مشخصه مبرهن بود، اینه که الان به نظر رنا آزادی فره سیما سیما اون یکیه
کوی ببین من اینجا. اون به نظرت کماکان با مایکل با مالکه یا نه؟ چجوریه؟ ببین سمیرا حتی تو فصل قبلم که به طور کامل نابود شده بود باز تو هیچ مقطعی به نظر من روبروی مالک قرار نگرفت. تو این فصل هم به نظرم واقعا کنارشه. اینو قبول نداری؟ آره. تو هیچ مقطعی روبروی مالک قرار نگرفت. ما نمیتونیم مطمئن باشیم. حتی توی اون در واقع ازدواجش با طلوعی هم خب مقاصد خودش توی ذهنش بود، نه خیانت به مایکل. خب هیچ جایی روبروش قرار نگرفت. الان هم به نظرم یعنی این سیاست رو همه جا داره خرج میکنه بجز در تقابل با مالک. یعنی با همسرش وقتی قرار میگیره اون زنه مثلا سیاست داری که حالا ما داریم میشناسیم ازش توی این سریال نیست. بعد میخوایم و اینجوریه. دقت که داشتیم میومدیم همه دختره که تو خیابون بودن به سمت تو نگاه میکردن و به سمت جلب میشدن. عجب چیزیه. چه چیزیه؟ خاطر عینکه بود، دستکشا بود، این مالک بودنت بود. دستکشا که تو کولم بود اون موقع ولی یه ذره خیلی بده. بعد بس دیگه بابا، یعنی خیلی چیزی ارزش افزوده‌ای نداره. سیما میخوادش، الهه حساری میخوادش، این میخوادش. یه چیز دیگر مثلا کیمیا اونه که خب منتورش یکی مثل سمیرا بوده، نصف زمینا تا یه بخشی از سریال به اسم کیمیا بوده. اگر سیما اون زنیه که متکلم میره اینا نمیتونم بذارم پشت هم کات بده بعد دیالوگ شه. اگر سیما اون زن قویه که اینا چجوری اینقدر راحت دارن؟ به منم زیاد گفتم جدا از این تو خیلی طولانی و آروم حرف میزنی، تند حرفتو بزن برو، یعنی بده بره. در واقع میخوام ببینم که این زنهای قوی که اینقدر ما توی فصول قبلی دیدیم خیلی قدرتمند و دستمند بودن چجوری اینقدر سریع توی این فصل دارن گول میخورن و به مالک علاقه‌مند میشن و باش همراه میشن. خوب گفتم؟ من دیسپام شو. آره بگو جواب بده. نه دیگه جوابی نداره واسش. یه چیزی یه تشم بعد یه جوری ببندیم. خب بگیم که حالا اینا نظرات شخصی فراکارشناسی ما بوده روی این سریال. دوست داریم ببین با دست به من نشون بده. من بخوام با دست بتونه نه. فصل 1 اینجا بود، فصل 2 اومد اینجا، فصل 3 یه ذره بهتر شد به پانل بونه ولی به اون نمیرسه. الان نمره این چند میدی؟ 5.5. منم 5.5. آفرین. فصل 2 رو چند میدادی؟ فصل 2 رو 4. فصل 2 من اذیت کرد ولی فصل 1 و 7.5. حالا جالبیش اینه که امتیاز IMDb فصل 1 و 2 7.3 بوده که برای سریال ایرانی خدای خوبه. خودمونیم دیگه، همه قورباغه تایم خیلی خوب رفت حالا دوباره زدن آره خب پهلوانان انیمیشن پهلوانان هم رفته بودن 100 داده بودن ولی نه یه ذره اوورریتد شده الان فصل 2 و 3. ولی خب کماکان چون مالک و چیز دیگه داریم میبینیم دیگه. ولی خب یه سری نقطه قوت هم داره، بازی‌های جذاب، موزیک خوب، اینا رو بعد یه مشکل هم تو موزیک محسن چاوشی هم اومده و یه گوشه‌کار دیده که دقیقاً بیشتر در واقع این جذابیته. اندیسپام شو ولی داره گم میزنه آقای مهدویان. واقعا داره گم میزنه. تو نه بازی بلدی نه میتونی دیالوگ بگی اون چی بود اومدی تو فصل 2. بعد اون تیشرت اون پیرن سفید تنگه قرار بود حکم اینو داشته باشه که مثلا این خدا از حمید آرمانی سر کوچه همونو خریدم 350. یه بارم شستم آبی بود، یه بار شستم شد سفید. مرد حسابی تو کی؟